آقا سلام ارادت. قسمت دوم این سایت ما که آوردیم بالا، از حضورتون برابر شد توی این قسمت هم بگم راه حل این مشکل چیه که اینقدر صورت پایین و از این حرفا. بهترین راه حل اینه که آقا بیاد برید کاری به این افزونه WP راکر رو غیره ما نداریم. خب بیاد برین چیکار کنی؟ بیاد هاستتون برین و یکی اومدم گفت این ردیس رو فعال کنی. این ردیس به درد من یکی که نخواد، یعنی اینه که فروشگاه اینترنتی دارن زیاد به دردشون نمیخوره. ردیس هم که فعال کنی این آی جی باینری رو فعال میکنه خودش. یه حالا خودشون میگه که ما میایم به صورت سریال پی اچ پی سریالایزر رو تبدیلشون کنیم به باینری. اینم قدر تش فکر نمیکنم به درد بخوری بوده و حسیده. آقا چیزی که من جواب گرفتم، میای روی اوپیس کش کلیک میکنی این ماژول برات ران میشه. و یه کار دیگه هم که میتونی بکنی، اینا رو شما نبینی اطلاعات هستن، بیاید این لایت اسپید وب کش رو اول فروشش بی حال بیاد سایت، بعد بیا اپتیمایز وبسایت روی هاستتون. اینا روی کامپرس آل کانتنتش کن، یه حال اساسی دوباره به این سایتت میدی. بقیه‌اش هم دیوار کاری. خب بعدم بیا رو سایتت یه رفرش بزن، انتظار جد شده الان نداشت، الان همه کشا رو پاک کرد. ایدونه پشت سرش هم یه دونه کنترل فایل زدم، این خوشگل شد. اب میکنم که تموم شه. خب این شد، ببین صبر کنید یکم حدوز بذارید کش کنه سایت، دو پیج باز کنیم بخواید کش کنه، بخواید که پیشگویی کنه که یه تامی تو سایت بزن، یه 5 دقیقه فرصت بدین یکم این چیزا رو کش کنه. اونم فروش کردیم تازه قادم اصفان یه چیز فعلا خورجین نداره، باشکار کنید کم کم سرعتش بیاد دید و خودش رو میکشته یکی اینجا رو با یکی اضافه کنید. این هر چقدر باش کار کنید با سایت کش میشه و راحت چی میشه، بعدش دیگه میتونی پاک کنید. این هر دفعه داره سرعتش میاد بالاتر. نه ببین نذاری که نه یه ذره بهترش. حالا این از این کش بشه خوب میشه. فقط میخواد مرزایی کنه. ببین پشت خودشو. حالا ببینیم که واقعا به درد خوب یا نه. چقدر به درد خورد، به درد خورد. صورت اون حد بالا برید رشید لذت مثلا میزنی همون موقع. دیگه هم کش کن، صبر داشته باش. من از این IGB باینری هم زیاد چیز خوبی ندیدم، اینا رو با هم فعالشون نکنیم. بیام دوباره اینجا یه رکته دیگه بهت بگم تست کن اینو. خب این ممو کش رو ببین میتونی که باش کار کنی یا نه، به جوابت میده رو سایت یا نه. اینجا ببین این دوتا رو فعال کن. برای من جواب نداره. ببین ساعت سایت بیاد بالا، اون بقیه‌اش که دیگه فهم واضح شد. این ردیس و گوش ردیس، یه ردیس رو با این اوپیکش فعال نکنی همزمان سایت به فنا میره. اینجاش هم دیگه نه. یه نکته دیگه اگه بتونید بیاریش روی این دوتا سایت نیاز به این دوتا نداشته باشه، سورس گاردین ای آیان کیوب لودر نداشته باشه،
یا اینو رو بکن روی این 8-1 لامصب سرعت دادی. من مجبورم، من نمیفهم، من گیر کردم خب به خاطر این کیوبه لامصب رو 8-1 با 8 هنوز رضا کرده نکرده. اگه هم کرده خواسته من هنوز آپدیت نزده، ولی میگم رو 8-1-1 میادش. امیدوارم زیادم وقتی رو نگیرم، هرچی بلد بودم و دید گفتم برگشتم خودتون به یاد بگیره. خدا نگهدار.